پل خشتی لنگرود که به شماره 915 به تاریخ 13 خرداد ماه 1351 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، از مناطق دیدنی شهرستان لنگروده. بر روی رودخانه لنگرود قرار داره و اتصال بین قسمت شرق شهر و غرب شهر با هم متصل میکنه. یه همون بافت قدیم شهر، محله فشکلی محله رو به آنسر محله متصل میکنه. متعلق به دوره ایلخانیان هست و یکی از آثار تاریخی شهر لنگرود هست که در واقع محله های قدیمی شهر رو به محله های جدیدتر وصل میکنه. این پل چون کرجیه ها با اون بادبانش باید از زیر این پل رد میشدن، اینها به همین دلیل اون معمارش نقشه‌ای که پیاده کرده این پل و طاقش رو بلند گرفتی که از بادبان زیرش گیر نکنه. وجود بازارهای محلی در دو طرف پل و جنب و جوش مردم و رفت آمد اونها از روی این پل قدیمی جلوه‌ای چشم نواز به آن بخشیده. به گیلکی پل خشتی ما گونیم خشت پول یا خشت پول. بنده خودم دهه 60 در چمخاله لنگرود سرباز بودم. پادگان آموزشیم همینجا بود. اون سالم که از این پل بازدید کردم، خیلی پل بسیار قشنگیه و از هموطنای عزیزم میخوام که حتما از این پل بازدید کنم. مردم از کشورهای دیگه میان اینجا و از طبیعت و زیبایی اینجا لذت میبرن. پل خشتی لنگرود در سال 1397 مجدداً بازسازی شد. یک بازسازی روی این پل صورت گرفت و به این دلیل این پل رو پل خشتی نامیدن که از خشت و آجر بنا شده. پل خشتی لنگرود که به شماره 915 به تاریخ 13 خرداد ماه 1351 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، از مناطق دیدنی شهرستان لنگروده. بر روی رودخانه لنگرود قرار داره و اتصال بین قسمت شرق شهر و غرب شهر با هم متصل میکنه. یه همون بافت قدیم شهر، محله فشکلی محله رو به آنسر محله متصل میکنه. متعلق به دوره ایلخانیان هست و یکی از آثار تاریخی شهر لنگرود هست که در واقع محله های قدیمی شهر رو به محله های جدیدتر وصل میکنه. این پل چون کرجیه ها با اون بادبانش باید از زیر این پل رد میشدن، اینها به همین دلیل اون معمارش نقشه‌ای که پیاده کرده این پل و طاقش رو بلند گرفتی که از بادبان زیرش گیر نکنه. وجود بازارهای محلی در دو طرف پل و جنب و جوش مردم و رفت آمد اونها از روی این پل قدیمی جلوه‌ای چشم نواز به آن بخشیده. به گیلکی پل خشتی ما گونیم خشت پول یا خشت پول. بنده خودم دهه 60 در چمخاله لنگرود سرباز بودم. پادگان آموزشیم همینجا بود. اون سالم که از این پل بازدید کردم، خیلی پل بسیار قشنگیه و از هموطنای عزیزم میخوام که حتما از این پل بازدید کنم. مردم از کشورهای دیگه میان اینجا و از طبیعت و زیبایی اینجا لذت میبرن. پل خشتی لنگرود در سال 1397 مجدداً بازسازی شد. یک بازسازی روی این پل صورت گرفت و به این دلیل این پل رو پل خشتی نامیدن که از خشت و آجر بنا شده.